سوال خوبی بود نه؟ کیف کردی؟ فکر کنم همون لحظه به پارمیس خواهم گفت و فکر کنم پارمیس همون لحظه اقدام برای خرید بلیت میکنه. اصلا شک ندارم همون لحظه. من خیلی دلم تنگ شده واسه ایران. من میگم که ببین اینجا من نمیتونم بگم که آیا وقتی من برگردم ایران جانیار آیا برمیگرده یا بر نمیگرده. این بچه ها توی خونه دارن با ما فارسی حرف میزنن و قراره که دست به دست کنن بدن به بچه های خودشون و این اتفاق میفته، شک نکن. من اصلا اونجا معنی میدم، اونجا بزرگ شدم، اونجا با همه چی رسیدم، اینجا همه چی رو از دست دادم. حالا که رها جون 46 سالگی که سن مهاجرت نیستش که من دیگه توان 20 سالگیمو ندارم که، ولی اینجا باید مثل 20 ساله ها کار کنم.